حس کردم که داره میاد. نه گربه است. همین کاپوشونو بکنم تو گربه است دیگه. مطمئن باشم گربه است. سگ باشم فرار. سگ باشم دست نازیار. قبل از اینکه احمد جمله‌اش تموم کنه، آره این احمده، قبل از اینکه جمله‌شو تموم کنه باید بگم که سلام، به اولین ویدیوی کانال من خوش اومدین. ولی اینجا اولین جای ویدیوی من نیست. اگه میخوایم ببینیم کجاست باید برگردیم اینجا. ای بابا بیدار شد. سلام، حالت چطوره؟ چطوری خوشگل؟ اومدم با یه ولاگ خیلی عجیب غریب. خودم نمیدونم چه جوری به ذهنم رسید. داستان این ویدیو اینه که من یهو تصمیم گرفتم که ساعت 3 صبح، شاید هم 4 صبح، شاید هم 3:30 از خونه بزنم بیرون و برم تو خیابون ببینم چه جوریه. 3 نصف شب بیرون چه خبره؟ هنوز شلوغه، هنوز داره ماشین رد میشه. آیا قراره خفت بشم؟ فکر نکنم. داشتم منو خفت میکردن احمد، ندیدی؟ آیا قراره کسی تعقیبم کنه؟ اونم فکر نکنم. یه صدایی بود، یکی داره ما دنبال میکنه. قراره ترس مردانه کنم و همینجور بدوم؟ فکر نکنم. بود. ولی برای بیرون رفتم، اونم ساعت 3 صبح، شاید 3 نصف شب، نمیدونم. چند تا چیز باید همیشه یادتون باشه. 1. وسایلتون آماده کنید. وسایل باید سالم و در عین حال بدون خط و خش باشن. بله. شماره 2. یه ذره به سر و وضعتون برسید. به هر حال دارید میرید بیرون، شاید یه نفر اومد شما رو دید، یه خفگیری، یه رفیقی، یه آدمی، پلیسی، کسی، به هر حال خوشتیپ برید اونجا، مگه نه؟ با من موافقید یا نه؟ نه خیر. خب دوستان، همونجوری که گفتم باید اصلاح شده و تمیز و مرتب رفت بیرون، حتی اگر 3 نصف شب باشه. خب برای شروع یه خود پسرها اینه که این ریش رو میتونن به مدل‌های مختلف استفاده کنن. مدلش همین مدل بوده. الله اکبر. امتحان کنیم. 1 2 3 کار کنیم. خب تا اینجا ریش پروفسوری تا ته هم رفته اونور. راستی من خودم معرفی نکردم، من بیژنم. به نظر میاد که برای بیرون رفتن ریش پروفسوری اونم 3 نصف شب خیلی ایده جالبی نباشه. به هر حال پروفسور 3 نصف شب به چه دردی میخوره؟ درنچه بریم جلوتر. نصرت چطوری تو؟ سیبیل موتوری در خدمت شماست. نصرت کجایی تو؟ آره نصرت. آره نصرت سیبیل موتوری. آره نمیدونم تو رو ولی دل من تنگ زیاد تا یه بار درد منو دیگه دفعه. ساعت چنده؟ ساعت الان یه ذره تأخیر داشتیم.
3:30 قرار بود بریم ولی من خستم بود یه ذره نشستم استریجن فینگز دیدم. به هر حال 4 قسمت اولش الان اومده و الان ساعت 4:30 ولی بازم تاریکه. به هر حال زمستون که باشه 3:30 4:30 فرق نمیکنه. من یه ذره البته ترسم داشتم واقعا تا حالا 4:30 از جایی نزدم بیرون. عینکم خوشبختانه ترکیده. نه خوبه هوا هنوز روشنه. باید سرم گیج میره اینجا نمیشه. یکی از لنزاش افتاده. واو هیچکی نیست. هنوز ماشین هست تو خیابان. خدایی چجوری هنوز ماشین هست ولی واقعا نه خوبه. نورم خوبه همین چی خوبه. خب میریم که داشته باشیم. تا الان که کسی رو نمیبینیم. تا الان که کسی دنبال ما نکرده. ایسا اون بر تاریکه. آیا ما وقتی چطور جای تاریکه میریم؟ بریم ماشین داره میاد. آیا ماشین داره میاد؟ یه صدایی بود یکی داره ما دنبال. به نظرتون الان سوپری بازه؟ برای ما گرسنمه. خیلی از وقت شام گذشته. ساعت چند خوردم؟ ساعت 9-10 بود. الان ساعت 4:30. به حال آدم گشنش میشه. یه ناشتایی روزه‌ای سحری رتون. کسی نیست. بابا چشام نمیبینه. یعنی ببین فرض کن یه چالش گذاشته مثلا 4 صبح میخوای بزنی بیرون 3 صبح میخوای بزنی بیرون بعد نه چشات میبینه دستات داره یخ میزنه نمیدونی چه غلطی باید بکنی. اصلا من اوکی اومدم بیرون الان من دیگه بعدش چی؟ البته یه جایی رو میشناسم که یا خدا ماشین اومد یا خدا یا ماشین یا خدا یا ابوالفضل یا خدا من نبینه. خفگیرها به نظرتون چه جوری هن؟ یعنی ماشینشون باید چه جوری باشن؟ 206 بود نمیدونم 206 یا 207 یا خدا یا ابوالفضل ماشین دیگه. بچه‌ها هنوز شلوغه. هنوز داره ماشین رد میشه. من واقعا جدی نمیدونم هنوز چرا باید ماشین رد شه. من از 4 صبح کی کار داره؟ از کجا دارن میان؟ اوکی یک سری میان باغ ولی خب تا جمعه بر نمیگردم طبیعتا. و اگه بخوام برگردم چرا باید 4 صبح برگردم؟ وای میستن 6 صبح بشه برگردم. بچه ببینید من آدم ترسویم طبیعتا. خیلی ترسویم. و طبیعتا وقتی یک نفر رد میشه لنگانه لباس درست حسابی نداره و همش میترسم که بعد چپ نگاه کنه و میدونی مشکلی که اگه چپ نگاه کنه من نمیتونم نگاش کنم چون چشام نمیبینه و مثلا اگه دور باشه نمیتونم بشم زول بزنم چون اینجوری بدتر مشکوک میشم و این خیلی بده. خیلی وضعیت بعدیه. کسی هم نیست ایول خوبه. آره داشتم میگفتم خیلی وضعیت مزخرفی. دستم داره یخ میذاره چون من دستکش ندارم. این مرحله هم تمام هست. تا اینجاش که خوب پیش رفت. واقعا هیچ کس نیست. هیچ کس ها. چطوری هرشا خوبی؟ صحبت
صبح تو هم بخیر. ساعت بالاخره یه جای گرم، یه جای گرم و نرم. با چقدر سگ بود تو خیابون، همش هم پارس میکردن. خاطر آدمایی هست که انرژی منفی دارن. اینجا دوتا خانم بود. نه اینا قیمتی هم. قیمتی هم؟ نرخشون بالا. همه یا بیزاری الان اینا بیاد. فکر کردم اینا همجور وایستاده بودن. خب با کیسه بودن. خب داداش تو لباس کارتو داخل کیسه نمیذاری؟ لباس کار اینا چیه؟ فقط خدا میدونه. تلوشی یه اسب. من دارم یخ میزنم. الو سلام عشقم. Why are you gay? ما دقیقا کنار همین نون سنگک و همونجا که همیشه پارک میکنم پارک کردیم. یه کوچولو بیاد جلوتر هیچ چیز نمیشه. باش میریم جلوتر. هرچی میریم جلوتر توی داری از من دل تنگ میشی. بگو تا بیام در کجاتون؟ دم در خونتون زنگ بزنیم بگیم اومدیم خواستگاری دخترتون. میخوام بشم دومادتون. حالا خواستگاری چی بدبخت بیا این بکش بالا میشینه بنده احمد. چی؟ نبود دختر بیاد. خب میریم اکوپارک دختر میریم دیگه. توی هوا سگ نمیاد که مثلا چیزش بیاد. خب تو انتظار داری دختر بیاری؟ مطلب حقی بود. یک کنسل خیلی سرده. بریم خونه. احمد بریم آش بزنیم. آش باشه. ما تو تابستونش این کار نمی‌کردیم. مثل این موتورو همین تو در یکیتون باز. نظرم در منه. نقطه یه عطف خوابم که میخواست اتفاقای خوبی بیفته یهو اینا یکی زنگ زد به نام جونی. داشتن منو خفت میکردن احمد. ندیدی؟ آب اوروز بیس حساب موقع حرف زدن احمد خوش تیپ شدی. چه دافی. اصلا کیفیت بالا تو این رنگ. همینو میذارم تامنیل. آقا این لولاس خدایی همین کاپیشنو بکنم تو کونه. خواسان میخوریم. مدیونی در مورد نوشته بود نونو پدیرو گردو با کروسانش 158 800. یا خدا. مفته بریم. مفته. شما چی میخوری صبح؟ شما فرنچ توست با خاویار میخوری؟ خاویار یه چوفه‌ای میزنیم اینجا با نون والا نونا رو هم حفظ نیستم. با نون سنگک. با نون سنگک. با نون بگت. میخوایم بریم لمیز اول یه دوری کنارش بزنیم. لمیز اصلا باز نیست که بخوایم دور بزنیم. لمیز اصلا میدونی کجاست؟ ارمه. یعنی تو از کمربنده میندازیم میریم دیگه. اونم میشه ولی خب لمیز اصلا باز نیست. اول صبحی بریم لمیز. خودت گفتی دختر نداری. درسته پول ندارم ولی 206 که دارم. توی جردن نه ولی خونه تو تجریش. یه روز ادایی باشیم لمیز پلوم. یه روز خواستیم تو عمرمون ادایی باشیم لمیز و پلوم کردن. نگاه این حواست باشه. دوستان رفتیم آش گرفتیم بریم آش بزنیم. قسمت بعدی ولاگ آش میزنیم. وقت که تو داری میگی الان سپیده خاموش کرد. حواسم نبوده ماشین تو موزدستی بالا بعدم رد. برو سال دیگه بیا. برو سال کنجدی 15 تومن. بچه این هنوز آرداش با نرخ قدیمه پس. نه بابا این کناری 5 میگیره. همین که الان کنارش بود اینا. آقا صدرا از فردا میایم صدرا. از فردا پاتوق ما صدراست برای خرید این طبقه پایینه. کرد زعیده. کرد زعیده. تو خوشگل منی بند جون منی. نمیخوای دوربینو بکنی تو کونمون اینقدر میاری نزدیک. امران آی بیژن از ساعت 4 بیرونه. من 4 زدم بیرون.
تهران بیژن رفت بامون 4 صبح زدی بیرون رفتی سمت چمران. آره با پای پیاده. آره جون لو. آره توی هوای سر. آره بعد چالش بود دیگه. چالش قاشه 3 صبح بیرون از خونه. تو به چی میخوای برسی؟ و خفتم کردم. دیدی چرا صدرا هر سری ما میایم یه سگ یه گربه این چیزی رو زیر میکنن. اینا برای رحمت نمیدونم رفتگان همه عزیزان مردگان اینجاست که از یاد شاعر رفتگان میفرماید یغرم مفاقا مفالله تنلت زیده. انا علیه و انا علینا راجعون. ما همه انا از والله انا علیها واجب انا لله و انا علیه. صوبی فوزه. اون دوم ماتیزه. خب او هم سنش از ماها بیشتره. همون سن مالا تو یه جریممون نشه. زیر دوربین با 100 تا رفتم آقا. زیر زیر نخلا اینجا رو آروم برو ناموسن. چقدر دل منی بنده جون منی. چرا شروع کردی با آهنگ خوندن؟ من این آشاری اومدم به قربون صدقش برم. خیلیش دخترها چون خود را میفروشن. همین بحث دوربین میاره. این الان داره این حرف میزن ببر روی راست میگی بیار. آقا اگه من قیافم شبیه خره لایک کنین. در این فیلم فادوس سبز رو نگاه کنیم. بعد دیدم بازیگرش احمده. قشنگ دیدم بازیگر او هم احمده. محلاتی مرد اسلامی تو کون خدان محلاتی. نگران نباش. خیلی قشنگ گفتم تو کیون خداست. اوه چه صفیه. چیه؟ صف آش. یا خدا که آشامونو گرفتی. بله. دنبال آرامش بودی رفتیم از هم خودمون رو پرت کردیم تو دل یه دو سه تا. اوه دست نازیار ببین اینقدر ارتفاع داره. اینقدری که امروز فشار میکنه. مسجدو بگیر یه روز بریم اینجا اگه پایه باشید. یه کافه هم ها یه ولاگ عبادتمون نشه. بلند میخندی. یه چیز جالب من اگه برم 2 ماشین کم میاره بخواد بریم. بس جالب. ببینی یا خدا دور موتور رو ببینی. ماشین خراب با این صدای ماشین کل خونه الان ماشین خراب نشه. ما خیلی سررشته خاصی در ماشین ندارم. نه طوریش نمیشه. فقط میدونم چجور روشن میشه. میدونی که اگه مشکل خوردید با بنزین بیشتر بشه. الان مثلا مصرف بنزین عوض کنی. یا دو موقع میافتم. بچه‌ها نظرتون اینجا خوبه یا بریم بالاتر؟ خوبه. نگاه ویو خیلی خوبی. ویو خیلی آفتاب باشه یزید 20 سایه میمیری. نه آفتاب هست. آفتاب بابا. اون ساختمونا آفتابه. اون ساختمونا. زیرش پله. بالاخره ما رسیدیم. صبونه بخوریم. آره. مردم خوابن یزید آروم باش. اینجا بیدارشون بکن. یه ویو بگیر احمد. یه ویو ابدی بگیر. اطلاعاتی هم ویو ابدی. زنده باد حاشیه یارو تو مغزش چیه؟ از اون ویو ابدی ره. آدم دلش میخواد زوزه بکشه. هنوز گرمه خوبه. ویو ره. آدم دلش میخواد زوزه بکشه. در جنگل‌های استوایی همراه با 2 عدد موجود قرمز و سیاه احمد و ارشیا. میمون سیاه و خسیلا. احمد چه استی داری ساعت 7:55 صبح داری با ما صبحونه میخوری؟ بالا عرش کجا رفت؟ عقب. نه که به تو احمد عقب برای تو در چه زاویه‌ایه؟ ما ای بر عقبمون. عقب من برو عقب گفتیم اینجا از دوربین بیرون. نه با میخواستم تو دوربین باشین. چرا من میخواستم ما رو از کادر بیرون کرد. ما رو قدر نمیدونست. بیا اصلا ما قدر ما با قهر بریم ماشین گاز بگن گوشم با اصلا بیاد. بچه ها نگاه اون مردو بکنیم باید مثل اون چون داشته باشیم بریم رو قلو. 2 تا من یه دونه دیدم. دیدم
آه البته اونا قندیلی رفتن. اصلا نمی‌بینم. اون بالوی موچه ها رفتن قندیلی. 3 تا کله اونجا. من قبل اینکه بیام پیش ارشیا من دوربین تکون نمیدم این کسخاله. تو قبل از اینکه بیام پیش تو یه نیم ساعت 40 دقیقه اونجا ویدیو گرفتم. دو تا ولاگ پیاده روی بکن و با یک کم بخوام ولاگ آش خوردن. ولاگ آش خوردن. حاجی نمیخوای اینترو بگیری، میخوای تمومش کنی. میگم کو خب بچه ها خیلی خوشحال شدم که شما رو دیدم. نه وایسا آش خوردیم من تموم شده داریم میریم. خداحافظ. خب ما هم با ماشینت میریم بریم. خب بچه امیدوارم از ویدیو خوشتون اومده باشه. ساب کن، لایک کن، کامنت بذار. اینجا ما شماره کارت براتون می‌نویسیم. داداش داری میری تو سوراخ دماغو. اشکال نداره. شماره کارت براتون می‌نویسیم. به هر حال بچه‌ها یه هزینه‌ای دارن. شبی 5 لینک دونیت منظورشه. منظورش لینک دونیت. لینک دونیت. آره همون. ولی خب اسم سایتش هم یادم رفت. چی بود؟ ریمیت. نه ریمیت. آره امیدوارم از ویدیو خوشتون اومده باشه. تا ویدیو بعدی خداحافظ. زندگی ابدونی ہو جانبی میرا درد بھی میری عاشقی اب تم ہی ہو